سلام، چطوری بچه‌ها؟ امیدوارم هستم خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بچه‌ها ما اومدیم، من علی تون هستم بابا، میشناسیدم دیگه. اومدیم تو این ویدیو بازی فری فایر بازی کنیم. من الان چند روز پیش این بازی رو نصب کردم و اکانتمو ساختم. لول 9 هم هستم. بچه‌ها خوب هستید؟ بریم بازی کنیم. خب 1 2 3 علی تایم. بچه‌ها خوب هستید؟ یه خوب هستید گفتم دیگه. بریم تو سراغ بازی. اینم ستامو بذارید واسهتون. این زیاد نتم ضعیفه، باید پور هستم. پور چیه بابا علی؟ ببینید این ستامه، ست کم دارم، جرم بنفشم دارم. خب بخوایم بریم بتل رویال بیا. او بتل رویال دیگه. بریم سراغ بتل رویال. 4 نفره هم میرم. یه لحظه وایسید میاد. موقعی که اومد به خبرتون میکنم. خب سلام بچه‌ها. ببین سلام چیه؟ ببین بچه‌ها من الان پرچم دستمه، هیچکی هم نیست. چرا نمیدونم. حالا تک نفر اومدیم. میخوام ببرم اینجا بچه‌ها. به نظرتون میبرم یا نه؟ به نظر خودم میبرم. من تو این بتل رویال بعضی موقع میبرم، ولی الان احتمال ندارم. نمیدونم. ببینیم چی میشه. این نوره چیه؟ نوبه همین پرو هم بچه. پرو هم که احتمالا میدونه قوی، همه قوی هم بچه. کلید آرسنال من میخوام. کلید آرسنال، هیچی غیر از کلید آرسنال نمیخوام. این گانه خوبه. نفر بابا برو نوب نسک. آها مرد. چه گونه‌ای هم داره. بابا بودو بردار کلید آرسنالو. یس کلید آرسنال یا فری آرسنال. خب بچه‌ها بریم سراغ بازی. کی نوستک بگیر که اومد. من تو رو بکشم خوبه. بتل رویال که همه میدونی سخته. برو بالا. هدشو دادم بچه ها. هدو داشتید بچه ها. اوه یا علی 3 نفرم کشتم. 43 نفر دیگه هم باید بکشم. فکر نکنم بزنمش. برو بابا نمیشه. میذارم بیاد. هدشو با این میزنم. هدشو دادم. تو هم که مردی. یه جونم بزنیم بابا، جون لازم داریم. کی داره میزنه؟ توی بابا بمی جون لازم دارم.
باید بخوابم و بزنم که کسی نیاد بزنه. بتل رویال و سختیاش دیگه. نفر داره میاد. تو هم بمیر. تو هم باید بمیری. یس پشماتون بریده. یه خیلی شد قوی. کلید آرسنال رو من باید برم بزنم بچه ها. صدا پا انگاری میاد. اینجا پر از چونه که بردارم که لازمم ندارم. براتون بریم از اینا بزنیم. بریم از این فروشگاهی ها. رایگانش من میزنم بچه ها. رایگانش یه دونه از همه رایگانه برمیداریم. بفرما برو. من میخوام اینی که بودش اینو چی بود اسمش؟ این گانو. خب سلامت جون. اون باز چند دقیقه اومدیم اینجا. بازی ویدیو هم داره طولانی میشه. 11 نفرم کشتیم. داریم حالش میبریم تو بتل رویال. اینجا چی داریم؟ اینجا چی خاصی نداریم. فقط من یه جون باید بزنم لازم دارم. برو میبینیش مرد چه زود نوب بود بابا. من یخامو هدر میدم بچه ها. که همه فکر کنن یه جنگی رو انداختیم بیرون تا نامیانم بیرم اینجا کنم ایلیگان چیزی هست بردارم. اینم خیلی کمیابه بچه ها. ما الان بر نمیداریم. خب بچه این یا این دیگه معلومه بچه ها. خب اوه میخوام جونم هدر بره. برو بابا داشلی. این جون راحت تازه بزنیم. چرا نفر نمیاد؟ ما میریم یه جا دیگه. خب برو یو علی رونالدینیو باش. برو بزنش. یو علی فرار میکنی؟ کجا زد؟ فرار کرد. اب نداره. بزنش. باریکلا داشلی. خب اینو زدیم. تو هم بزنم. خیالم راحت چقدر
جون داری؟ دو یو اول فصل یک گله نفر بزن بین داشلی داره گرنات هم هدر میره تیراش. برو لایک کنید داشلی با این ویدیوش همین رو میخواییم ما. یه داشلی اینجاست. چی داره میزنن؟ همه دارن ریختن سرمون. اینو بردار اینو بردار. بودو بزنش. چقدر سک جونن. تو هم مردی. بابا چرا اینو میداری؟ هدشو بزن. این گانه بهتره که الان برداشتیم. اینو ازش کار کشیدیم. نه همه داریم میکشیم. خوششانستر فرار بکنم. کی دیگه میخواد بمیره؟ تو هم یه هد شات بگیر. شات یکی میخواید شات چه؟ یه داشلی اینجا. میذاره بریم پول برداریم. یه گان بهترم بگیریم. این خوبه. این کار کشیدی رو بر نداره علی. برو اینا کیو بردار. اب نداره بابا. کی میخواه میره؟ تیر آخر به کی بزنیم؟ وای میسم که فکر کنی نوبم. برنده شدیم بچه ها. تمام. خب بچه ها تا این ویدیو اگه نگاه کردی یه قلب آبی رو بزنید تا یه ویدیو دیگه. خداحافظ. ولی اول باید ببینیم که نفر چندم شدیم. که نه یه نفر بودیم فقط. تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدار بچه ها.